سرخط خبرها از 1 آگوست قبول خوانندگان به صنف یکم آغاز می شود. رکتوری بازداشت شده دانشگاه دولتی خوجند به 7 سال زندان محکوم شده است. مرد با گمانی به خودکشی رساندن همسرش بازداشت شد. درود بیننده عزیز، نشر نوی برنامه نوید 7 روز از یارتیجه منظور شماست. در این نشر شما را با مهمترین خبرهای هفته اخیر آشنا می‌سازیم. با شما هستم میدیوکی سید از دوشنبه. شروع از 1 آگوست در تاجیکستان قبول خوانندگان به صنف یکم آغاز می شود. طبق نظامنامه نمونوی وزارت معارف و علم کشور برای قبول خوانندگان به صنف یکم حجت‌های زیرین: ورقه شخصی خواننده، 2 دانه رسمی 3 و 4، عریضه والدین عاید به قبول، شهادتنامه تولد کودک، حجت طبی، 2 نسخگی شناسنامه والدین، شهادتنامه عقد نکاح، معلوماتنامه از جای زیست لازم است. خبرگزاری خاور با تکیه بر سرریاست معارف شهر دوشنبه خبر می‌دهد که در تمام مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه کودکان به صنف یکم به طریق رایگان قبول کرده میشوند. قبول کودکان به گروه‌های زبان تحصیلشان تاجیکی و روسی مؤسسه‌های تعلیمی شکل نو و خصوصی به نظر داشت مبلغ شرطنامه در اساس ماده 41 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، ماده 6 و 16 قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، بند 7 و 38 نظامنامه نمونوی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی به طریق رایگان انجام داده می‌شود. اطلاع می‌دهد منبع. گفته می‌شود که در حالت از جانب مسئولین معارف شهر دوشنبه طلب نمودن مبلغ برای قبول کودک به صنف یکم، والدین باید از مسئولین رسید برای مبلغ طلب نمایند یا با تلفن 221392 به سرریاست معارف شهر دوشنبه مراجعه کنند. در تمام مؤسسه‌های تحصیلات عمومی کشور از 18 تا 29 آگوست دوره مطابق شوی کودکان صنف یکم صورت می‌گیرد. گفته می‌شود در دوام 10 روز آموزش کودکان 7 ساله با آموزگاران، همصنفان و قاعده‌های مؤسسه شناس می‌شوند. ایوب عثمانزاده رکتور بازداشت شده دانشگاه دولتی خوجند به 7 سال زندان محکوم شده است. ایوب عثمانزاده رکتور پیشین دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورو که با گمان گرفتن پاره به مقدار کلان دستگیر شده بود به 7 سال زندان محکوم شده است. حکم سود 26 ایون سال جاری صادر شده است. خبر می‌دهد از یک روز با تکیه به سود ولایتی سوخت. عثمانزاده 11 مرد بازداشت شده بود. گفته نشده است که او به گرفتن چقدر مبلغ ایبدار می‌شود. در این خصوص نظر خود او، نزدیکانش و وکیل دفاعش معلوم نیست. مرد با گمان به خودکشی رساندن همسرش بازداشت شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت مرد خبر داد که همسرش را به خودکشی رسانیده است. مقامات از مرد ساکن 34 ساله ناحیه ظفرآباد نام بردند. گفته می شود در نتیجه معامله‌های بی‌رحمانه و جبر و ظلم مرد، زن 28 سالش روز 10 ایول در عاقلخانه منزل استقامتیش خود را با راه دارکشی به هلاکت رسانیده است. حالا نسبت گمان بر شونده با ماده 109 قسم 2 کدکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده است و تفتیشات حادثه ادامه دارد. قانونگذاری برای چنین جرم از 5 تا 8 سال زندان پیش بینی کرده است. در روسیه می‌خواهند به قانونگذاری تغییراتی وارد کرده شود که مهاجران کاری پیش از ورود به این کشور شهادتنامه طبی پیشنهاد کنند. در این باره رسانه‌های روسی خبر می‌دهند که این طرح در دومای دولتی روسیه بررسی می‌شود. یاروسلاو نیلوف وکیل دومای دولتی پیشنهاد کرده است که مهاجر کاری بغیر از سقوط طبی اینچنین نتیجه سنجش نداشتن مواد مخدر و پسیخوتروپی در بدنش را پیشنهاد کنند. همچنین شهادتنامه درباره موجود نبودن ویچ، هپاتیت B، S، سیل و سیفیلیس داشته باشند. دوام 1 سال گذشته در روسیه که میزبان صدها هزار مهاجر از تاجیکستان نیز هست، قانون‌های مهاجرت سخت‌تر می‌شود. حکومت تاجیکستان با قرار خود دستور داد که لایحه سازشنامه با حکومت ازبکستان درباره همکاری در ساحه الکتروانرژتیک به امضا رسد. طبق آن انتقال نیروی برق از نیرگاه راغون به ازبکستان با نرخ 3.4 سنتی آمریکایی برای هر کیلووات ساعت پیش بینی شده است. این سند در پورتال اطلاعاتی حقوقی وزارت عدلیه تاجیکستان نشر شده است. مطابق قرار حکومت شرطنامه خرید و فروش بین نیرگاه راغون و اوز انرگوساتیش به امضا میرسد. انتقال برق طبق جدولی موافقه شده و در ساعت‌های کمبود اقتدار در سیستم برقی ازبکستان عملی می شود. نرخ همساله به اندازه 1% ایندکساسیون شده از سال دوم انتقال تطبیق می گردد.
در مرحله ساختمانی نیرگاه انتقال برق تنها در موسم آبیاری 1 اپریل تا 30 سپتامبر صورت میگیرد. بعد به کار درآمدن اقتدار پوره نیرگاه راغون انتقال برق به طور سالانه و دائمی عملی خواهد شد. سازشنامه پس از انجام رسمیات داخلی دولتی هر دو جانب اعتبار پیدا کرده به مدت 20 سال بسته می شود. مهلت آن به طور خودکار به 10 سال دیگر تمدید می گردد اگر یکی از جانب‌ها پیشکی مخالفت نکند. یادآور می شویم که تاجیکستان از سال 2018 به ازبکستان توسط برق تاجیک برق انتقال می دهد. مهاجرت به کشورهای پیشرفته به خصوص اروپا و کره جنوبی از کارگر زباندانی و ملکه کاری طلب می کند. اگر می‌خواهید ملکه‌های کسبیتان را رشد داده وابسته به یافتن جای کار و یا پیش از سفر به خارج مشورت گیرید. مرکزهای کسب آموزی و خدمت رسانی در یخچال منطقه تاجیکستان کورس‌های کسب آموزی به طلبات بازار مهنت جوابگو را پیشنهاد می‌کند. کورس‌ها از 2 هفته تا 3 ماه دوام می‌کنند و کاملا رایگان می‌باشند. مرکزهای کسب آموزی 21 کورس را پیشنهاد می‌کند و همه شهروندان از 16 ساله بالا می‌توانند در آنها اشتراک کنند. ختم کنندگان صاحب سرتیفیکات‌های بین‌المللی می‌شوند و به آنها در بازار داخلی و خارجی از جمله بریتانیا کبیر، آلمان، کره جنوبی و امارات متحده عرب جای کار پیشنهاد کرده می شود. همه خدمت رسانی‌ها در مرکزها در دایره لایحه بهترسازی ملکه‌های کسب آموزی و امکانات‌های با کار تامین‌شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و بانک آسیای رشد پیشنهاد می‌گردند. رقم‌ها برای تماس در زیر اکران‌های شما. بیننده عزیز، این برنامه 97 روز بود. با ما باشید و در شبکه‌های اجتماعی ما را پیگیری نمایید. خیر.